خوب است که میمون میکنم گوشت میخورم من باش من بوی من روی کنم کابل میگم روی که بر من صحبت من تشکریان میکنم خیر بیدان میکنم زامت ها رو میبخشم همیشه هم زامت بکشن اگه چیزا رو میکنم یعنی تو پای سیاد کنم از پیش فایی که همدم و همیارش هست سیکس چه یک میزنم نه میزنم نه دلوان میدادم پس کنم دلوان شو کلکش کنم میدونم کلکش کنم نمیته میره دوست داره می گودیش است نمیشه سلام مایده کن سلام دوستای عزیز انشاءالله که جور صحت سلامت باشید با چندین روز من با شما سلامتی میگیرم من قدر زیاد پشتاندق شده بودم که خدا باشید این طرف یک در پلیس بایک بشینم که خب بایک سرمایه است توفا میگن سوغاتی میگن دیگه گپ فارسی جان گپ سرمایه است شما از گپا بسیار گپای مهم است و عزیز گپ است که باسی جان هم سلام میکنه رشته جان هم سلام میکنه یک دیگ دو دیگ هم چی گپ است گپ است چی خراب است برطمه تو سلامتی کو اول حق اولویت از آواجان باید سلامتی کنه خب اگر آواجان کس الان نو از خواه خیسه بسیار بدخوی است اعصابش خراب است که خود بندم نکنی که غلطت کنه که هیچ بسان نکنه از مو خاطر هرچی که امر میکنه در ماتش داری نه مثل اون یخن خودم ترک کرده سلام خدا بسیار میمون نوازه ماشاءالله دوست عزیز سلام امید که همتان جور باشین صحت سلامت باشین بازم همتان خوش آمدید میگیم به برنامه امروز ما دیگه موضوع از این قرار است که ما میموندار هستیم دیگه بعضی چیزا رو آماده کردیم دیگه باش چی خالد جان نفهمیدم سلامتی کرد باز راستی؟ خالد جان فکر کرد من گرد باز زنیم طلب موندم دیگه خب میمان داریم با من خاطر دیگه بعضی آمادگی رو ما گرفتیم البته آمادگی نیست چیزی که تیار است نگه از یار است هم که یک نفر داریم دیگه خلاص دیگه من چه محمد جان چی میکنم من آماده که دانک تا بینده عزیز من سلامت خدا میرسم گفتم دیگه لرز نگیرم میفهمی که از خواه خیسته اصابش خراب بینده عزیز من سلامت خدا میرسم خدا کنه دیگه جور صحتمند باشی خوش باشی خوش باشی شاد باشی دیگه خندان باشی چی گفتی خوش باشی یا خوبش گفتی خوش باشی خوبش خیلی خوبش هستن انشاءالله خوب خوبش هم باشین خوش هم باشن خیلی خوش آمدین بعد از خیلی وقتا به یک برنامه 3 نفره ما خالد جان نبود بعد از دیر مدت آمد خوش آمدی خالد جان ما فکر نمیکنیم دیگه دوستای زیاد بخدا قسم که دیدیم دوستای زیاد گفته بودن خالد جان نیست بیخی همین نمود برنامه تون قطعا نقل میدان که نباشه دیگه باز بدر نمیخوره خالد جان گفته که نمود خاص برنامه است و نمود خاص خلادانه در برنامه ما تقریبا بیشتر 15 روز میشه که در این ملک مسافری مصروف یگان کاربار است یک روز بخیر و کاربار نتیجه داد کاربار نشد باز انشاءالله من نمیگم سر از من به بسیار مشکلات دیدن مثلا میگم باز برنامه ثبت نکنم خصوصا ما وقت رگنی 6 صبح مدرم 10 شب میایم دمین چند روز برتان گفتم البته دیگه محصول زیاد هستیم اما بازم خیر باشه یک دفعه بخیر کارکا سربرار شد یا شد انشاءالله بعد من برتان میگم دیگه گپ از این قرار است یک موضوع ما میگن از کابل جان میمان داریم فرشته جان اگر از اقارب ما باشد دیگه بار نمیشه اینا که ماما جانش آمده یک دیگ نامو دو دیگ سلاته و دیگه چطور؟ نه خواهش میکنم بابا فهمانی که مامای خالد جان هم مامای مست و مامای خودم مامای مست نکلشنه یک رقم دوست دارم شوخی میکنم تا چهره فرشته جان سعی کنیم میگه که اما تو دیگه بخی خنده خودی دلم بایش خب منظور از چی از این قرار است من شوخی کردم وقت از این که باس جان متوجه باشید در بولش بشین اگر براتون بگویم بعض کسا مرچی مادرش صدا کن من میگیرم شفا میگیرم همین یخ از بغلش پس که یخ میزنم پایشن
بعضی کسا متاسف بفهمد که مثلا قوم پدری و قوم مادری میگه قوم مادریش بیا باز میگه کالای نوتانم پوشین که خالیت میگه خود جمع جمع کنین و فلان پخته کنین بستان پخته کنین باز وقتی که امیش بیا یا قوم بعضی کسا البته در کل نمیگم وقتی که یک نفر دیده بود مرامت یکه بود وقتی که خواهرش البته میامد بنده رفتنین روی اولی خود را کشی میکردن جور بود باز میفهمیدیم میفتیم از فلانی را باز کنمشیه دیگه البته حالا گپا نیست کلگی را ما باید شما دوست داریم هر کس که خانه ما بیایه بعد دیده البته خانه خودشان هستن میمانم گفتن نمیشه باز همی عروسای عروس یک خانواده که میموشنی در قوم دیگه میره تا خوی خواسته بچه و او زیادتر بازه مثلا اگه مامان شاید بیشتر زیادتر ازی کنیم برانبر مزاقتر ازی که میگی باشم قدر عزت شوهرم از خودم مثلا بچه باجا باشه نه وقتی من با مامای من یک چیز پختن یک چیز پختن برای از اونا البته که امروز دیگه شاید دومشان است بله دیشب امشب دیگه شب دوم است که بخیر آمدن دیگه چی میگن ما در خدمتشان هم هستیم و من مامای فرشته جان بسیار زیاد دوست دارم من یعنی گپ قد میگم برای باز برنامه ما هم میبینم خانواده شان هم میبینم من همین ماما جان در وقتی که من خواستگاری رفتیم که بوده تا وقتی که ازدواج کردیم تا نمیاله در نیو آن فرشته جان ماما جان بوده چون خدا بیامرزه پدر فرشته جان باز اون دیگه چیز ماما جانش صلاحیت داشت که ماما جانش هم وقتی من خواستگاری رفتیم که بیاریم که بشهر ببینیم وقتی که رفتیم دیگه بسیار هم پاک منظم دیدیم که اولین کس بود که ماما جان دیدیم ماما جان فرشته جان باز از اون سوال کرد چی کاری چی کار دیگه سوالای سخت که تیر شد دیگه وقتی که میخیستم فهمیدم که دلشان هست دیگه 100% میگن ما دلجم دیگه ما لزیر تاثیر نرفته بودم راستی دیگه از اون وقت میال با شب ماما جان یاد کردم گفتم برای دفعات کل مامای فرشته جان که خودت زیاد شدیم از خاطر دیگه چی بخواه بدی فرشته جان اگه گپ بزنیم زیاد و یک موضوع دیگر رو میخوایم یاد کنم وقتی آمدم ما بغل کشی کردیم با خدا قسم براتون میخورم دوست از گلون من پر شده بود نمیفهم چرا به خاطر از این گلون من پر شده بود که من باور بکنیم که من بوی خاک وطنم رو حس میکردم بوی خاک وطن در بینی من که خورد بسیار زیاد راحت شدم امیانم قلبا خوش هستیم من مطمئن هستم دوستایی که مسافر هستن وقتی یک میهمان از وطن میان از کابل جان میان از افغانستان نظر گوشید باشه بیا بعد پیشن اینقدر خوش میشه همین قلب سرد بسیار خوش میشه من خموتر هستم فرشته جان بینه از اون تا کم زده وضعیتش خراب شده بود باز من یادش بردم گفتم باش که مادر جانش یادش میاد از ما شکر فضل بود فامیل نزدیک هستم فرشته جان دور است از اون خاطر هرچی نباشه بازم مادر است نه واقعیت خاله جان خوشیست مادر است همونطور نه واقعیت خاله جان باز با فرشته جان باگیگان در فکر میکنم این آفرین فرشته آفرینش که یعنی این که صحیح است که آدم وقتی که یک دختر شوهر میکنه خانه شوهر میره فامیلش مثل فامیل خودش میشه اما هرچی نباشه دیگه مادر فرق داره اون خوراکا و چی خیلی سخت است فیلمی هم بکشم فیلمی نیست چی است خیلی چون از بغل ما تا نمیشی بخینی دست میره خوب است که مهمان میگه گوشت میخورم من خاله جان گوشت میخواد اگه مهمان همه گوشت است باشه بابا باشه خاله جان استیسو کنیم دیگه ما استیسو دسترخوان میبریم جور میکنیم وقتی که نمیخوایم میمونیم ما رو روی تصویر بگیریم به خاطر نمیخوایم اذیت هم شوم دیگه میریم همونجا نمک خودم میخوریم باستان دوباره میاییم باز میگیم که گپ از چی خواهد سوابطه که از کابل جان دایی کردن ما سرش تا حالا باز نکنیم نیدیم چیست یه که باز خیر باش میبینیم باز جان تو خانه برو دسترخوان بته برای وسط کن آه دسترخوان آقا جان ایلا بتی ایلا بتی که اینجا گشتنش دوستان بینه نگاه بارم خلاص نه برو بگی چیز نه من باسترم برای خیلی چیزای دیگر رو تا که میمان نبیه مرا گوشت نمیده شوخی میکنم دیگه میگم ساعت شما رو تیش باز دل مدر دیده میمیرم از خاطر خیر
هم راستت میشی؟ آموزه خشت کم میتنه یکی دوش استاد میشه یکی دوان یکی دو طرف گپ از این قرار است کار دیگه ماما جان فرشته جان آمده دیگه باشه صدای ما رو نشنه حال ما سر فرشته جان زور نیست چطور فرشته جان؟ حالا زور فرشته جان بالاست دیگه ها خوش که متوجه بله. گفتمان ماما جان تا آمده بچه ماما جان تا آمده البته ماما جان چون آمده دیگه زور نیستیم سر خب پیش از کجا زور بدیم؟ از دین رسالتر یک دقیقا فرشته جان قند یک وقت فرشته جان میفرد قند رو اضافه کرده بهش دوستا امروز فرار کرده بود رفت و دیگه برامده بود از خانه رفته بود و پیش لفت امروز قمیل رو نوازی کرده من که تازه فکر میکنم فرشته جان من که میرم از خانه من که بیرم میرم آوازان دیگه نمیکنه که جان میرم نه خاله جان ما داخل شدیم باس جان متوجهش بده که البته تحقیقش میکنه باشه آوازان تا ما البته ما نمیدونیم تحقیقش میکنیم دیگر روزا همی صبح کنه شد دیگر بعد از کارنا یعنی دیگر میکرد پایین تو بعد کارم کلی دخترم کارم کلی کرد خالجه همیش خالجه و ماما جان میان داریم پایین بردمش گریان کرد پس بالا رو بعد چند کرد بخیر دیگر مجال شما دیگر نمید پایین باش سیتان بیانه سیتان نه برنگ است اوگار نشین وای کمر نه من میگم چرا پر نکرده باشه ریگ میکرده آخرش پر نباشه یه دیگه ایتا فرشته جان دیگه بسار هم تو بگفته هم تو بگفته هم تو دیگه هم تو بسیار هم تو با غرور یا دیگه هم رشته میگه دیگه ایره مادر کنمشان به این کرده نه خواهش میکنم چی میگم رضایت ندارم که با من چی میگن یک دانه سیخه کن نامون کنن بخاطر که همه چیز در اینجا پیدا میشه اما باز من قدر بگویی که روان نکن من خبر نداشتم یک دین بیت روان کردن دیگه من پس دوباره گفتم خیلی نمیده کم کنین روان نکنین نبینین بخاطر که شما رو مزیان میشه دیگه در میرام آوردن شکنه که مشکل هستن چرا؟ نه قاشقه دیگه از دستش باسد جان پاسش کن نمیده تو باش ما پرت نونوگک تا بگی نونوگک من در پشتر نونوگک شفت باسد جان یک نونوگک جانلش داره برای تو میگه روز تا یک هر کس پیش میگینی که رو ماچ کن ماچ کن بگی نونولا بگی نونوگک آفرین دیگه من چی میگفتم گفت من گفتی حساب خود خبر نداشت ماجان دیگه باز ببینیم که چی هست البته ما بازش نکردیم اما تو سربسته ماندیم گفتم باش که باز بخیر اما تو برنامه‌ش هم میگیریم از مادر جان هم تشکری میگیریم از کارکایمون دیگه باز بعد از این من پیش از پیش تشکری میکنم البته یک لباس بود که اینجا ماما جان برام داد اونم بازاردم تا بین از این بود تو که زنم من تشکری هم میکنم خیر بیدان میکنم زامتا رو میبخشن همیشه هم تو زامت بکشن اگه چیزا رو میکنم یعنی تو باید سیاد کنم جمع کنیم کی؟ با من رایی کرده خود در خانه من رایی کرده خود من اجازه میدید که من زبان کنم مالش کنم باشه زن سر میشه چی هست؟ یا سلطان خدا میکنم با من چیز رایی نکرده باشه شکر میکنم مثلا دوستا میام لباسای همه آوا جان در میرای سرخه من تمام وسایل رو از بیت میکشن
دیگه حال یکمک مشکلات است چیز نمیمونن دیگه وقتشان از باید هم بکنن به نظر می کار خوب است که باید چک میکنن یا پیرانک هواجان هستن زود میگه چرا من بینم کنم خوب سعی اینا بابا ها سیک خندش سیک این تایم خوب است که یک چند روز بعد دیگه باز سرمی شروع میشن اما دیگه بتیش برم دیگه کم از هواجان است هواجان ناز هواجان خانم از وقتی که ببخشید خانم جان مثل از وقت پیدا شده تابان شاید یک 70 جور 80 جور خود برجایی شده باشه که من خودم 18 ساله مونده بکنم چیزا گرفته باشم دیگه کم مقبوله که سم را کنتک از وقتی که آجان تولد شده ما فرشتجان هستیم فرشتجان خواهیم ما هم در جمعیت شدیم چرا؟ اینا از این معلوم میشه که مرخوشین دوست داره یعنی اگر همه چیز رایی کرده بود خب مطمئن هستم دوست داره اگر نه که نکرده بود دیگه دوست آن نداره بودش رفته که دو موتور کس دوست داشته نه بازی نه دیگه است میگه اگر خود خوشویت دوست داشته باشی دومات خوب بوده باشی دیگه البته خوشم دوست داشته باشن اگر نبوده باشی و بچه خوبی نکرده باشی طبعا باز دوست نداشته باشی دیگه البته شوخی کردم یا از هواجان است من واسه نمی‌شناسم یه چیزی رو این رو باسته کن خانم ماما جانم دوام کردن بسیار زیاد تشکر سلامت باشن خانه شباب دیگه بسیاری محبوب هستن اینا بابا جان باز بابای خانم بخیر که بخیل کردم گفته جوانک شست همون چون شاید که بابا جان را کشانده بابا این زیر اسمی بیا بچه خدا خیرشان کنه من دیگه اینا را این تو میشه اینا رو پیش از پیش یک چیز دوست دارید میبینیم این باز هم این لباس های نوی خیلی برشان رایی کرده همین طرف بازار که میبینیم باز فرشتجان به یک جوره دو جوره میخواد خب دیگه یا پوشای موبایل است یک شخص باشه چی کنم کدام موبایل رایی نکرده که ندارم باش موبایل میشه باید باشه دیگه درستی؟ اینه باشه من چی نمیدیم میاره که چی ده نه خود من نمیم که تو برنامه باید بشم علاقه مرد که نمیم چی رایی کردم این نیام بخاطر چیز بخاطر این نیام سرپایه هستن این سرپایه اینجا بسیار قیمت هستن اما نمیفهم که دوجه چند میتر پسان نکنم باش من موبایل رایی کنم کابل میم رایی که برمان سوالت مسئولیت کردی رو یکم یک دونه چاله است مادر جان یک دونه چاله اما تو وزر خود گرفتیم اونجا ماندیم گفت که نمو رفت باشه تجربه که باید مونده بودم نفت باشه باز دیگه اینمی چاله رنگش برمی گفتم که خرید ایشالله فقط مهمی است که باز نری باز نم نخیری خودم رو فرق نکنه بخدا همی چیزای افغانستان بسیار مقبول است بسیار چیزای خوب است آدم میدونش نمیشه باز دیگر چیز بخرم یا سرپایه است یا سرپایه بسیار مقبول است یا خدا باشه سلامت نه همی یگانه یک چیز براتون دوست از بودیم همی توفک است یک یاد خصوصا توفک یک یادگار میماند سری از سالخور بود توفه یا می هرچی نباشه توفه ولو که یک چاکلیت هم باشن بسیار خوشایند است یک کم نزدیک بیه که صدای من خودسر بیره که من کم بلند گپ نزنم گلون من اوجان نمیدیزی چیزای ما رو پایین همی قصه گفتیم برگ صرف توفه درویش یک توفک میباشه بسیار آدم خوشایند میشه صنف 7 8 یا 6 مکتب بود نیفهم کدام صنف بودیم یادم نیست دقیق روز مادر بود دیگه ما هم چاش در خانه خواب بود دیگه ما دوست مادر بود دیگه تو پیش خود جگر خون ما دیگه وقت پیسه نماشتم دیگه که من چی کنم خلاصه یک پاین یا در پا نیفهم برفت بودیم از بیرون یک داره کاکاو بود یا چاکلیت بود نیفهم اونمور یک پاین پا منشم در پا خیلی بود دیگه آمدم بهش روز مادر تبریکی دادم بسیار زیاد خوش شد بسیار زیاد تا اینمی آنو مادرم اونمور سنه هیچ وقت فراموش نمیکنم همیشه یادم میکنم
دیگه مادرها همیشه درسوز میباشه برای خود این هم قدر چیزا رو با دست ماماجان روان کرده بود امروز صبحی مسئله شما مادرجان ممسته یک دوستای دیگه ما طرف پاکستان میرن آجل کرده با مسئله بچه نیروان چیزای دیگه هم بگیرم با دست نفرجه روان کنم فکر باشه که اصلا هیچ چیز دیگه ما کار نداریم دیگه هر چقدر که بگیرد باز بیچاره جزش دلها هم میداره بسیار مقبول است من یک چادران زیاد خوش در بازداشت‌های هم میخوام دیگه نمیشه سالک نفلکس یه دیگه با آجان بگی که نه از خودم هست اینیش از هوا هست این بچه چون بیشی برنامه داریم امی دوستا کمن داده بود خانجان گفته بود این وقت برنامه سر بگیریم آجان خواه بدیم اقدر نام خدا شوخی بسر صدا میکنم با صدای شما را ایدن نه بابا چونی؟ بیا خانم بیام خیلی تکک مگم بیام یک تکمون اما خرد است خیلی تبدیش میکنی تبدیش نمیگه تبدیش نمیکنم بازم نگاش کن آوجان بخور که ندیدم بازم دارم فکر تفلیت نه آقا بغل نگرفتنش گرفتن خب از نزدیک ندیدم بیا اینیش مردانه است مگم اینیش مردانه تشکر بسیار زیاد فرشته جان خیلی بسیار زیاد تشکر میکنم خواهش میکنم واقعا زحمت کشیدم وقتی کردم ما و برادرم خدا بیامرزش دیگه از مکر کم بزرگتر بود در خانه که بدنم یک چیزی میخرید باید دو دانه میخرید بغیر از اون موضوع همیشه در جنگ بودیم در این خاطر که سر یک چیز نه یک چیز باید جنگ میکردیم حالا باز جان گرفت با یک کاش دیگه دوران طفولیت می بود حالا چی میگن دیگه در سن سال هستیم که دیگه باید حوصله کنیم نمیخوش چی هستی؟ چه بیرخوش اسفن؟ اسفن مندای تازه هست؟ باز اندازم دیگه دادم اسفن دیگه دادم از خود از دو دیگه اندازه نیست اگه نمیگرفتم مجبور از خود باشه که سمرقندی تمام نیش خیلی ایران یک تو میرید ترکستان میره ولی بسیار زیاد تشکر خانه شما بود یعنی 10% طال مرا دوست دارم یعنی اگر 10 چیز بود یعنی 100% دوست دارم اگر 10% بود یعنی یکی بود 10% چی چرا؟ باشه که دازی میخوانه؟ میخوام بسیار رنگی این گرگایشم باز کم تو میایی دیگه خیلی جان چه خیلی هنگ هست؟ بسیار رنگی نوال خیلی شد زیاد گره هست مادر شرط چی غذا در توجه نکنی گفتگان عجب است جان بیا اینیم چون برش هست او میخری برکن خیلی اول بسیار مادر اینیم یک جوان باس دیگه از خم هست خودت تو دختر بزرگ طالعه کردیم چطوره؟ خداییم بعضی چیزای مایده و خیلی است دیگه کسی یکان دا دیگه است نشون آقا خیلی دیگه هنوز زاده داشتیم باش کارش کنیم دیگه چرا خیلی هم سروسته خیلی میتونم سر دور نشد یه مقدار دیگه کسته این چرا تیتا سر پوش داره؟ مفروض میده شروع کردم
چی دیگه هست در فرشته جان مثلا با برنامه دیگه یک چی پخته کنیم کباب دیگی کباب دیگه این سه تصفوش داره اما یک تو دیگه است به نظرم دیگه نبوده چی رفتم نیست سایدم جبایی ریشم حیوان تا سری چیزا بخواه کرایش شاید اضافه داده باشه نیست فرشته جان اگویش خراب شد بازویش نه باشی از دیگه دیگه خیلی دیدم بود امانت میمانید مثلا شما نگه که نقصی بود بازم خیلی ببینم سلامت باشن خانه شما حالا دوستان اگه که شما نمایش دیدین یا دلشان نگرده این خاص برنامه به دوستان است و خاصتا به خوشجانمشان مادر جان که سلامتایشان را دیگر ببخشد البته از خاطر یک تشکری خاص بود البته که خاص یک تشکری شود که نه امی امانتی که در دست ماما جان رایی کردین این امانت به دست ما رسیده خانه تان آباد خیلی ببینین زنده باشه از ماما جان سلامتی صحت سلامتیشان خواهان هستیم که پاییج قلم رنجه کردن و زحمت کشن بعد ما گرفته سوقاتی ما رو دگنی چقدر جنجال دارم یک دقیقه قرارم نه که آورد نگفتم ماما جان بسیار زیاد در این زحمت دارم بسیار زیاد بودم دیگه این سوقاتی کابل بود دفعه قبلی از آسالیا برادر عزیز ما خواهر کرامی ما را که در بابا جان قلب نازنین و قبلا هم رقم بود دیگر سوقاتی که باشه ما از خاطر تشکری حتما به خودشان این برنامه رو میگیم دیگه باز دوستا شریک میشن میبینن دیگه همین فرهنگ ما شما رو همون گرد خورده که همین دختر ما در مسافر میباشه بچه ما مسافر میباشه با دل نارامک میباشیم یک چیزی با درک میریم میخریم میگیریم روی میکنیم مثل همون رسمه که رواج خودم آورد دیگه چیز من گفتنی ندارم دیگه به نظر من برنامه ما بس است بخاطر از اینکه من پیش ماما جان برم ماما جان هم بخنه اگرچه زیاد شده شد که اگر برنامه جان ثبت نکنید باز نمیرم بخاطر از اینکه من نمیخوایم که از پروگرامتان پس بانیم خواهی نکرده همین که شما را همیشه بگفت که اگر یک شب میمانیم مرکومی خانه است خودتان است دیگه گرد نزیم با بیزیدش خفه میشته که برنامه سب کردیم اگه نیم با او خاطر میماندارم بودیم دیگه نمیشه اما خودشان اجازه دادن اینا رو که خودشان اجازه دادن دیگه برنامه به نظرم خفه است بله من بس از دختر میمونده هستیم نمیتونیم که خدا نخواسته اونم دخت بیارن به خانه دیگه خانه جانم میرم رایشون جوری میره دیگه ما هستیم دیگه بازم از کارافایم از مالا جانم یک دنیا تشکری میکنیم خانه شان ها باید زنده باشن دیگه هر چقدر تشکری کنی از مادر یا از کار کم نباشه یعنی ما اینا نه ما از دولار شفاف جان زیاد تشکری میکنم بابت ما را کرایی کردن ممکن خیلی خوشحال هستم فکر کنیم چقدر مقبول نه من چی میگم سالگرد یک سالگی آواجان نزدیک از 2 سال است سالگرد یک سالگیش فقط 12 روز یا 11 روز یا 13 روز دیگه مانده پیش از پیش ما تغییری آمادگی خودم میگیریم انشاءالله من و باسو جان یعنی میرخم پیراندبان نمیبرم در اینجا هم یخندوزی یک جای هست یکم دورتر است میریم ما خود یخندوزی میدوزیم فرشته جان کالا افغانی هم داره بابا جان خونم خدا کالا زیاد است اما بختر سالگیرش دیگه باز آیسته آمادگی شروع میشه دیگه ما باسو جان حتما میریم میرخم 1 کیلوگرم پیدا میکنیم و یک جای باز بخیر دیگه در کجا باز بخیر سالگرد میگیریم که میخوایم که نمیخوایم چه خمیشه در کجا بازور بدن میگیریم ما زورتان دوستان عزیز مرخص میشه ما بسیار زیاد ببخشید خصوصا من دیگه میرم پیش ماما جان باسو جان میفهمه فرشته جان میفهمه دیگه من رو ببخشید که در باز 15 روز بعد تقریبا برنامه ثبت کردیم خاله جان بعد از 15 روز بعد من از مخاطب کل دل خود خالی کردیم بله کل اگه اجازه داد ما جاد گزنده بیاز پرگوی هستیم دوستان عزیز تشکر از این دیگه برنامه رو بودین دیگه که اینگینه برم ارزیادتان نره که هم فالو کنید دیگه شماره و نام اکانت در جیبتون می نویسم حتما سر بزنید و اگر همون کالاهای افغانی مقبول میخواستید با شماره ما با تماس شوید یا در اینستاگرام ما هستید دیگه خوش خندان باشین خدا نگهدار
دیگه اوقات خوب با تک تک نازمند هستیم تا برنامه من میتونم به خداوند پاک خدا یار نگهدار خدافظ.